برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. درود و سلام به یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی ما. خوش آمدید به برنامه تحلیلی دیدگاه. شوکت محمد با شما هستم و امروز ما درباره بودجه تاجیکستان برای سال آینده صحبت میکنیم. امروز چهارشنبه پارلمان تاجیکستان بودجه کشور را برای سال آینده قبول کرد. کوبو بینیم در بودجه چه ها گفته شده است. در قانون جمهوری تاجیکستان درباره بودجه. در حالی که جهان هنوز با بحران اقتصادی در نتیجه کرونا ویروس به میان آمده دست و پنجه نرم میکند و بحران انرژتیکی ضربه های هنگفتی به اقتصاد تاجیکستان وارد کرده است، حکومت طرح بودجه با افزایش قریب 20% را به پارلمان فرستاد. وزیر مالیه فیض‌الدین قهارزاده که این طرح را به نزد وکیلان آورده بود، با افتخار خبر داد که در عموم حجم عمومی درآمد بودجه دولتی در مقایسه با بودجه تصدیق شده سال 2021 به مبلغ 5 میلیارد و 300 میلیون سومانی یا خود 19.4% زیاد می باشد. زیاد اهمیت دادید؟ افزایش بودجه به این حد در 10 سال اخیر بی سابقه است. زیاد شد، زیاد. در حال بحران کرونا ویروسی همین حالت تنها در سال 2011 بودجه کشور یک باره به بیش از 25% زیاد شده بود. کمتر بدتر سال 2016 هم تاجیکستان شاهد افزایش 20% بودجه بود. اما اون وقت هرچند با سامانی بودجه در این سطح افزایش داشت، اگر با دلار حساب کنیم برعکس 10% کم شدگی بود. حالا باشه چی؟ امسال با دلار هم بودجه بیش از 10% بیشتر شده است. از سال 2014 تا سال 2019 بودجه تاجیکستان با دلار همیشه کمتر میشد و بالاخره به نشان دهنده سال 2012 رسیده بود. حجم درآمدی بودجه امساله 33 میلیارد سومانی و قسم خراجات آن 33 میلیارد و 600 میلیون سومانی پیش بینی شده است. یعنی 600 میلیون سومانی کمبود یا دفیسیت به نظر می رسد. 600 میلیون سومانی دفیسیت پیش بینی شده است، به نظر گرفته شده است. سال گذشته این نشان دهنده این طور بود: 27 میلیارد و 600 میلیون سومانی درآمدی بودجه و 28 میلیارد و 100 میلیون سومانی خراجاتی پیش بینی شده. اون زمان کمبودی بودجه 500 میلیون. یعنی دفیسیت هم امسال نسبت سال گذشته افزایشی 20% دارد. فیض‌الدین قهارزاده قسم درآمدی بودجه را میدونه چه خیلی شرح داد. نگاه کنید، گفت که 21 میلیارد و 900 میلیون سومانی بودجه سال آینده باید از حساب واردات اندازه و غیر اندازه جمع شود. اهمیت دادید؟ از حساب واردات اندازه و غیر اندازه باید جمع شود. مبلغ‌های مخصوص تشکیلات و مؤسسه‌های بودجوی 2.5 میلیارد سومانی. واردات از حساب از خودکنی لایحه‌های مالیوی دولتی سرمایه‌گذاری 7 میلیارد و 900 میلیون سومانی و اینچنین جلب گرانت‌ها برای پشتیبانی بودجه 665 میلیون سومانی به نقشه گرفته شده است. اکنون
این امید از کجاست؟ از کجا این همه؟ ببینید افزایش 20% بودجه گواهی آن است که حکومت راه‌های به دست آوردن درآمدهای علاوه‌ای را به نظر گرفته است. درآمدهای علاوه‌ای از کجا؟ حالا ما به همین سوال به کارشناس مسائل اقتصادی عبدالمنان شیرعلیف مراجعت کردیم که میگوید حکومت بیشتر توکل کرده است. خب به نظر ما اینجا دو عامل وجود دارد. عامل اول این که حکومت هیچ علاجی جز افزایش چشمرسی بودجه نداشت، چون در نتیجه بحران به وجود آمده از تاثیر کرونا درآمد کارمندان ساحه بودجوی در کشور به مراتب کمتر شد، درآمد واقعیشون. هرچند در این مدت قرب پول ملی، پول سامانی همگی حدود 15% نسبت به دلار پایین رفت، اما در اصل تورم بیشتر بود، چون نرخ‌ها خیلی بالا رفتن، بخصوص نرخ‌هایی که کارمندان بود، نرخ‌های اشیا یا لوازمات یا مواد خوراکی که کارمندان بودجوی بیشتر از اون خرید میکنند به مراتب بالا رفت و یک باره سپس شدن سطح زندگی دو برابر یا بیشتر از اون میتواند نه تنها با هجرت و کوچیدنی با سرعت کارمندان رو رساند، بلکه میتواند حتی باعثی اعتراض ها شود. ما حالا شاهدیم که معلمان و طبیبان با سرعت از کشور فرار میکنند و در این بالا خبرهای زیاد هم نشده هستند. اما این تنها قسمی مصیبت است. مصیبت اصلی البته برای حکومت این است که پایان رفتن سطح زندگی میتواند با اعتراض های کارمندان بودجوی آورده رساند یا اصلا اعتراض های مردم. خب عامل دوم این است که حکومت با رشد 8% که سازمان های مالیوی بین المللی پیش بینی کردن برای تایستان امید بسته است و با امید باران بهاری جو میکارد. هرچند در شرایط حاضر امروزه حتی به همین 8% امید بستن واقعا به امید باران بهاری کاریدنی جو است و از طرف دیگر حتی اگر همین رشد 8% هم تامین شد، این رشد 8% نمیتواند افزایش 20% بودجه را تامین کند. بخصوص در کشور مثل تاجیکستان که تمام ساحه‌های اصلی اقتصاد مونوپول شدند و مونوپولیست‌ها انداز بسیار کم میسپرند یا برخی حتی انداز نمیسپرند. در همین حال با وجود افزایش 20% بودجه، خرج جنبه اجتماعی آن چنین افزایش را پیش بینی نمی کند. سال جاری خراجات به ساحه‌های اجتماعی به مبلغ 13 میلیارد و 200 میلیون سومانی مقرر شده بود که 47% از حجم عمومی خراجات بودجه را تشکیل میداد. این سال باشد این مبلغ 14 میلیارد و 700 میلیون سومانی بوده، 43.8% بودجه را در بر میگیرد. طبق بودجه سال جاری برای ساحه‌های معارف بیش از 5 میلیارد و 600 میلیون سومانی، ساحه تندرستی 2 میلیارد و 300 میلیون سومانی، بخش حفظ اجتماعی 4 میلیارد و 200 میلیون سومانی مبلغ جدا شده بود. این سال ساحه معارف 6 میلیارد و 300 میلیون سومانی، 12% بیشتر از سال گذشته. تندرستی 2 میلیارد و 900 میلیون سومانی، 25% بیشتر. سقوط اجتماعی و حفظ اجتماعی 4 میلیارد و 300 میلیون سومانی، تقریبا کمتر از 2.5% به دست میبیارن این ساحه ها. یعنی تنها بودجه بخش تندرستی زیاده از 20% افزایش یافته است که ظاهراً به کمک های خارجی و طلب کمک رسان ها بستگی دارد. یعنی امید به کمک. انا کنون حالا بودجه نظامی هم آیا افزایش می‌یابد یا نه؟ در این باره ما
کارشناسان نظرشون رو پرسیدیم. در حالی که هدف اصلی بالابری امساله بودجه بیشتر کردن ماهانه کارمندان بودجوی است، بودجه بخش اجتماعی به این حد افزایش نیافته است. امسال بودجه نظامی نیست که حکومت حجمش را پنهان می‌دارد افزایش خواهد یافت. انا کنون ببینید، با در نظر داشت حادثه های مرزی با قرقیزستان، با گمان غالب تاجیکستان بودجه امساله نظامی را هم افزایش خواهد داد. به خصوص با در نظر داشت این که کشور همسایه به تقویت ارتش و خریداری ماشین های نظامی و سلاح اقدام کرده است. همچنین یک چیز دیگر اینجا باید گفته شود که سر قدرت آمدن طالبان و در مرزهای تاجیکستان آمده مستقر شدن جنگجویان خارجی مقیم افغانستان مصرف‌های بودجه نظامی تاجیکستان را بیشتر می‌کند. باید بگویم که امسال قرقیزستان بار اول در تاریخش به مبلغ 90 میلیون دلار ماشین زره‌پوش جنگی خرید. در رسانه ها خواندیم. همچنین گفتمان‌های وجود دارند که قرقیزستان می‌خواهد طیاره‌های بی‌سرنشینی ترکیه بیرقتر خرد. این بی‌سرنشین‌ها در جنگ قره‌باغ کوهی، در جنگ آذربایجان و ارمنستان از خود قابلیت فوق‌العاده نشان دادند و گفته می‌شود سببگار اصلی پیروزی آذربایجان بودند در همین جنگ. انا کنون قرقیزستان شمار نیروهایش در ولایت هممرز با تاجیکستان ولایت بادکند را با شدت افزایش داده است. اگر 100 سلاح خرید 90 تایش را به بادکند فرستاده شده است، 10 تایش به همه قرقیزستان. برای چی؟ به این جواب یافتند در کار. تاجیکستان اگر حکومت تاجیکستان و در این رژیم کار میکردگی ها عقل داشته باشند به این نگاه کرده باید کار کنند. اما در بودجه هیچی گفته نشده است. هیچی گفته نشده است. شاید هیچ کارم نکنند. همین خیل دست به دست مونده شینن همین خیل کرده. چیکار میکرده ایم گفته. اکنون 20% بودجه زیاد شد. اینا از کجا میابند؟ این بدوش کی میافتد؟ به گردن کی بار میشود؟ در چند سال اخیر همیشه افزایش بودجه بار دوش صاحبکاران بوده است. بله، به خاطر اجرا کردن نقشه زیاد شده بودجه مقامات انداز با کمک نهادهای انتظامی و تفتیشاتی بالای بیزنس فشار میبرند. حالا اهمیت دادید همین 2-3 سال اخیر انا همین فشارها باعث شده است که بیش از 0.5 میلیون نفر صاحبکار ترک فعالیت کنند. در نتیجه چی شد؟ انا همین منبع اندازبندی کم شد. همین صاحبکارا بودند که منبع انداز بودند. وقتی منبع اندازبندی کم شد، حکومت مجبور شد در 2 سال اخیر فروش ذخیره های طلا را به حد بالا برد که بیش از 70% صادرات کشور را تشکیل دهد. یعنی خزینه کشاده شد، ذخیره های دولتی برآورده به خارج فروخته شد. انبار خالی، ذخیره دولتی فروخته شد. 70% صادرات تاجیکستان را ذخیره های دولتی تشکیل کردند. چیش مونده کن؟ حالا این خودش میگوید که رئیس جمهور 2 ساله تپک ذخیره کنید، 2 ساله آرد ذخیره کنید، 2 ساله گندم ذخیره کنید، جوار مکه را به چارپایان خودتان هم کم کم خورده ایستید. اما میگیرد خزینه را میکشاید، ذخیره های دولتی را آنچنان به فروش میگذارد به خارجه که 70% صادرات تاجیکستان را تشکیل میدهد. وقتی که
سر و صدا در این باره زیاد شد. چند ماه اخیر آمار از کمشوی با صورت فروش ذخیره های طلا گزارش داده می شود. اکنون آخر در حالت بحران قرار داریم. تمام دنیا، کشورهای حتی پیشرفته جهان به سنگ خنک نشستند، از این بحران به داد آمدند. چگونه شما فروش طلا را و سنگ های قیمت بها را کم کردید؟ میگویند که اقتصاد رشد کرد و کم 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 ما از شوک حالت های این کرونا ویروس به وجود آورده بیرون برآمدیم. افزایش انتقال پول مهاجران به میان آمد. انمی اقتصاد رشد کرد، ما به خود آمدیم و برای همین هم فروش ذخیره های دولتی را کم کردیم. ببینید، شما باور کردید به همین؟ من نه. این دعوای مقامات بسیار شبهه آور به نظر می رسد. چرا؟ اولا رشد به حد نیست که رشد اقتصادی تاجیکستان به حد نیست که یک بار صادرات طلا را از 70% از حجم عمومی به کمتر از 10% بیاری. ثانیاً انتقال پول مهاجران همگی 18% افزایش یافته است. 18% که تأثیری چندان احساس شونده به اقتصاد به خصوص بودجه کشور ندارد. ما وقتی که از کارشناسان همین مسئله رو پرسیدیم، گفتند که این خیر شبهه آور است، چون که بارها دروغ‌های شاخداره در آمارها ثابت شده است. اضافه نویسی کردند، جاش باید کم نویسی کردند. این یک در تاجیکستان یک کار معمولی است که در همه سطح‌ها همیشه رخ می‌دهد. می‌بینن کم نویسی کردن در کار، کم می‌نویسند. می‌بینن زیاد نویسن در کار، زیاد می‌نویسند. واقعیت نمی‌نویسند. ان همین آمار دادن هم یک چی میگوید؟ یک فینت سیاسی شده است. فینت میکنم. خیر کم نویسن، کم نویس، کم بیشتر نویس، بیشتر نویس. حالا در همین حالت امکان دارد اگنتی آمار در پس منظر شدتگیری ناراضگی ها، حالا مردم ناراضی خیلی زیاد شده است، بر زمین پایان آمدن ریتینگ کشور، خود ریتینگ امامعلی رحمان، برای چی ریتینگشون پاس شد؟ به برکش ذخیره دولتی را فروختند. همین سبب شده است وقتی که سر صدا بلند شد آمار فروش طلا را به مراتب کم کردند، کم نشان داده شدند. یعنی فکر میکنم کم نشان دهند همون آبروی رفتشان برمیگردد. از کجا؟ حالا ما فکر میکنیم حکومت امامعلی رحمان به فروش ذخیره های دولتی ادامه میدهد و در بودجه سال آینده نیز افزایش این فروش را به خاطر بالا بردن ماهانه کارمندان بودجوی و پیشگیری از ناراضگی آنها به نظر گرفتگی است. ببینید، یک نفر به ما گفت که امامعلی رحمان در سفر آخرش به اروپا وعده دستگیری مالی اتحادیه اروپا از جمله کمک به بودجه کشور را به دست آورده است. حجم این یاری وعدگی مشخص نیست و پیش بینی کردن نمی شود که چقدر است و چقدر به فروش ذخیره های کشور، اجرای نقشه بودجه و بالروی ماهانه کارمندان بودجوی تاثیر میکند.
از طرف دیگر قسمی اساسی کمک‌های خارجی و یک قسمی بزرگ بودجه کشور همیشه دزدیده میشوند و حساب کردن آنها مثل شمردن چوجه ها در اول بهار است. اما چوجه را که در تیر ماه می شمارند. تماشابینان عزیز، این بود برنامه تحلیلی امروزه دیدگاه. یکایک شما را به الله پاک می سپارم. برنامه های دیگری ما را در شبکه یوتیوبی پیام تیوی، در تلگرامی رادیو پیام و دیگر برنامه های تلویزیونی ما را در شبکه ماهواره‌ای پیام تیوی و همچنین اکثریت برنامه های ما را در رادیوی پیام می توانید پیگیری کنید. به شما کامیابی و موفقیت خواهانم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net